یه زندگی با کیفیت به نظر من این 5 تا مورد رو حتما باید داشته باشه. اول اینکه یک هویت مستقل و مجزا داشته باشیم. اینکه بالاخره باید تقلید رو گذاشت کنار و حتی کورکورانه اطاعت نکنیم و ذهن تحلیلگری داشته باشیم. دومی برمیگرده به روابط ما، حتی به انتخاب یک شریک عاطفی. اینکه خودمون آدم خوبی باشیم و آدم‌های خوبی رو برای ارتباط گرفتن انتخاب کنیم. یا اینکه اگر تنهایی رو داریم انتخاب می‌کنیم، اون تنهایی آگاهانه باشه و مسئولیت و هزینه‌اش رو بپذیریم. سومی برمیگرده به مواجهه با مرگ، یک موضوع مهمی که انسان‌ها دائما دارن در موردش صحبت می‌کنن. شاید بعد از یک مواجهه عمیق با موضوع مرگ، سنجش و اهمیت موضوعات برامون یه جور دیگه رقم بخوره. چهارمی رو در رو شدن با مسئولیت‌های واقعیه. اینکه هر کار و انتخابی که داریم انجام میدیم، هر تصمیمی که میگیریم، هر شغلی که انتخاب میکنیم، هر رفتاری که داریم، یک مسئولیت بیرونی و درونی رو ممکنه در پی خودش داشته باشه و ما باید این مسئولیت و هزینه رو بپذیریم. و آخری که خیلی مهمه، فروپاشی یک باور مرکزیه. اینکه ممکنه که ما سالیان سال یک باور مرکزی و خیلی مهم داشته باشیم، اما یک دفعه بر سر یک اتفاقاتی دچار فروپاشی میشه، نابود میشه. زندگیمون رو باید از نو بسازیم. میدونید هر کدوم از اینا یه چالش داره. بخوایم از این چالش ها سربلند بیرون بیایم، باید یک سری از ابزارها و مهارت‌ها رو داشته باشیم. حالا این ابزارها چی ان؟ این مهارت‌ها چی ان؟ من لیستی از کتاب‌ها رو براتون آماده کردم که توی این زمینه‌ها خیلی کمک میکنه. ممنون میشم که نظر خودتون رو برای من کامنت کنید.